خب خیلی خوش اومدین. ما میخوایم توی این رشته کورسایی که قراره به آرومی گذاشته بشه از اول تا آخر ببینیم که چطوری توی یک پروژه واقعی میتونیم وبسایتمون رو سئو بکنیم. یه همچین وبسایتی رو ما در دست داریم که میخوایم سئوش رو انجام بدیم. کلا قسمت سئو از خود وبسایت شروع بشه خیلی سریعتر به نتیجه میرسه. پس ما برای خود وبسایت یک شیت باز میکنیم. اسمش رو میذاریم دیبا آنالیسیس. یک جدول ساده ای رو طراحی میکنیم و توی این شیت اضافه میکنیم که شامل تایتل، URL، SEO دیسکریپشن و تایپش هست. حالا این موارد چی هستن؟ به مرور بهتون میگم. ما اومدیم از قسمت محصولات که اینجا نوشته برنج تالش، برنج ایرانی، هاشمی، چای، ریزدانه، اینها رو به عنوان سید کیورد یا کلمه کلیدی دانه توی شیتمون قرار دادیم. با رنگ بنفش هم نشونش دادیم که الان دیگه رد شد. ولی باز هم میایم بقیه کلماتی که توی وبسایت هستن رو یه نگاه اجمالی میندازیم. حالا کاری که میتونیم بکنیم اینه که یک کنترل C کنترل V بزنیم، کل کلمات رو کپی بکنیم داخل چت جی پی تی و ازش بخوایم که کلمات کلیدی رو برامون در بیاره که خب این کار خوبی هستش و سریع هم هست. من ترجیح میدم خودم یک بار کامل سایت رو ببینم و کم دستم بیاد در واقع لحن اون کسی که نوشته چی بوده، چیا براش مهم بودن، چون یک بار به هر حال صحبت شده با کارفرما که این کلمات توش اضافه شده دیگه. چیزهایی که به چشمم خوردن یکی خب برند دیبا بود. علاوه بر محصولات کلمه کلیدی که اینجا هست برنج هاشمی تالش برند دیبا. و پس من این رو کپی میکنم به سید کیورد هام اضافه میکنم. باز هم کلمات کلیدی دیگه ای هستن، اگه به چشمم بخوره اونها رو هم برمیدارم کپی میکنم و به سید کیورد هام اضافه میکنم. بعد از این کار شما میتونین یک بار هم به چت جی پی تی بدین و مطمئن بشین که کلمه از زیر دستتون در نرفته باشه. سایت هایی هم هستن که این کیورد ها رو براتون در میارن، ولی خب راحت ترین کار رو سایتی که رایگان هست همون چت جی پی تی از خیلی راحت براتون همه کلمات کلیدی رو در میاره. فقط کافیه بهش بگین که این متن لطفا کلمات کلیدی و مهمش رو برام در بیار. خب این سید کیورد هامون رو یکم مرتب میکنیم، بهشون رنگ بنفش میدیم. کاری که میخوایم بکنیم اینه که دونه دونه هر کدوم از این سید کیورد ها رو بیاریم داخل جدول تایتل، URL، SEO دیسکریپشن و تایپمون. از برنج تالش شروع کردیم. حالا این جدول یه قسمت تایتل داره. برنج تالش این سید کیوردمون رو توی گوگل سرچ میکنیم و 10 تا وبسایت صفحه اول رو دونه دونه میخوایم وارد این جدول بکنیم. تایتل میشه همون اسمی که اون وبسایت برای وبسایتش گذاشته. URLش رو کپی میکنیم که همون میشه کپی لینک ادرس. این رو هم اضافه میکنیم توی قسمت URL. بعد قسمت SEO دیسکریپشن یا توضیحات کوتاهی که پایین در واقع اون تایتلش نوشته شده اون رو هم اضافه میکنیم توی جدولمون و دلیل این کارمون هم این هستش که ببینیم کسانی که با این کلمه کلیدی اومدن بالا چه وبسایت هایی هستن و در نهایت یک میانگینی از همه این کلمات و کارهایی که وبسایت ها انجام دادن رو میخوایم بکشیم بیرون. یک رودمپی خواهیم داشت که ببینیم که ما میخوایم توی وبسایت خودمون این کلمات رو چطوری استفاده بکنیم. قسمت تایپ هم این رو اضافه میکنیم که آیا این چیزی که توی سرچ اومده بالا به صورت وبسایتی هست، به صورت در واقع ویدیویی هست یا عکسی هست. این موارد هم توی تایپ اضافه میکنیم. پس 10 تا وبسایت اول رو انجام میدیم و این کار رو میخوایم برای همه سید کیورد هامون انجام بدیم.
توی مراحل بعدی بهتون میگم که چطوری بتونین یک کیوردهای مناسبی رو داشته باشین. انگار شما یک نقشه راه لازم دارین که بدونین هر قسمت وبسایتتون چه سید کیوردهایی رو قراره اضافه بکنه براش و همینطور کیوردهای لانگی که برای هر بخش نیاز هست تا بیاد بالا توی گوگل چیا هستن. بعد از اینکه 10 تا وبسایت رو وارد کردین، یک قسمتی پایین براتون میاد معمولاً به اسم People also search for. توی گوگل اینها کیورد هایی هستن که در واقع لانگ تیل کیورد هایی هستن که زیاد سرچ شدن. پس کلمات خوبی هستن که شما هم استفاده بکنین. از بین اینا کلماتی که مرتبط هستن با وبسایت و خدمات و سرویس هایی که در واقع دارین، اونها رو برمی‌داریم و توی سید کیورد هاتون اضافه می‌کنیم. می‌خوایم هیچ کلمه کلیدی از دستمون در نره. بعضی کلمات هستن که برای نوشتن پایه وبسایت مناسب هستن. بعضیاشون بعدها برای نوشتن بلاگ مناسب هستن و توی بلاگ‌ها استفاده میشن و بعضی هاشون وبسایت‌هایی هستن که به چشممون میاد برای اینکه در آینده ازشون ایده بگیریم و بتونیم بکلینک بسازیم باهاشون. پس در نتیجه هیچ کدوم از اینا رو از دست نمیدیم و همشون رو مستند توی شیتمون قرار میدیم تا بتونیم بعداً استفاده بکنیم به مرور. این مواردی هستن که برای سید کیورد برنج تالش اضافه کردیم به جدولمون. حالا همین کار رو برای سید کیورد بعدی انجام میدیم. خب اینا رو رنگش رو مرتب کنیم، جدولمون مرتب بشه. اصلا نظم و ترتیب خیلی مهمه توی سئو و اینکه از دست ندیم کلمات رو. خب سید کیورد بعدی آره جدول رو مرتب میکنیم. سید کیورد بعدی سرلاشه هاشمی هستش. ما الان برنج تالش رو انجام دادیم. کلمه بعدی سرلاشه هاشمی هستش. همین کارا رو برای تک تک اینها انجام میدیم. بعدی سرلاشه هستش، بعدی هر چی هستش، این کارا رو کامل براشون انجام